بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از موضوعات مهمی که در زندگی باید ما به او توجه داشته باشیم و در زندگی خود پرورش بدیم، تقویه کنیم، عفو و گذشت و چشم پوشی هست. چی در میدان علمی باشد، در بخش‌های اجتماعی، در میدان اقتصادی، در همه بخش‌ها، در خانواده، انسانی را باید توان زیر داشته باشه که چشم پوشی و گذشت را در وجود خود پرورش بده. به این باید باور داشته باشیم که بسیاری چیزهای مطابق میل ما نیست، پس مهم است که از این بگذریم، مجموعی از خوبی ها را ببینیم و نقص و عیبی که در وجود یک شخص است، در جامعه هست، از او چشم پوشی کنیم، بگذریم. به این معنی که همیشه ما منفیگرا نباشیم. فرق نمیکنه که در مسئله خواندن کتاب باشه یا در بخش‌های عملی دیگری. اگر ما فکر بکنیم به این که همیشه به طرف منفیگرایی بریم، مثلا کتاب‌هایی که وجود داره، تعداد کسایی که مطالعه میکنن، اگر به شکل دقیق یک نفر ببینه، طبعا در هر کتاب نقص و عیبی وجود داره. کتابایی که تألیف میشه نقص وجود داره. به این شکل علما، انسان‌ها، شخصیت‌ها، هر کدام نقص و عیب داره. هیچ انسان معصوم نیست بجز پیامبر صلی الله علیه و سلم که پیامبرها همه معصوم هستند. پس اگر ما به طرف منفیگرایی همیشه بریم که منفیگرا باشیم، گاهی وقتی میرسه که ما شاید هیچ کتاب را پیدا نکنیم که او را مطالعه بکنیم بر اساس دید منفیگرایی ما. پس چه خوب است که ما مثبت نگر باشیم. دوستی را که به خود انتخاب میکنیم، با کسی که روابط اجتماعی می داشته باشیم، نقطه های منفی او را که میبینیم چشم پوشی بکنیم یا ترمیمش بکنیم و نباید به فکر دیدن نقطه منفی از او باشیم که چطور یک نقطه منفی را در وجود از او پیدا بکنیم، باز او را همیشه یک وسیله قرار بدیم که همیشه پیش رویش بکشیم. بنابراین این انسان بدانه که در خانه، در بازار، در اجتماع بسیار چیزهایی است که مطابق میل ما نیست، از او چشم پوشی بکنیم، بگذاریم، به خاطر ساختن از او تلاش بکنیم. پس ما کوشش کنیم روابط خود را جور بکنیم، یک بار به خود نگاه بکنیم که انسان چنین هست که دوست داره؟ طبعا نه. پس چطور ما توقع بسیار بزرگی از جامعه خود داشته باشیم، از دیگران انتظار ایلا داشته باشیم که دیگران عفو گذشت داشته باشن، دیگران چشم پوشی بکنن، دیگران منفی گرایی نکنن. پس این خوب است که ما اول در وجود خودی را تبارز بدیم و یک شخصیت از خود بسازیم که در حقیقت ما شخصیت نباشیم که به کس صدمه وارد بکنیم، شخصیت یک نفر را ترور بکنیم. وقتی که به خود توقع و آرزوی ایره نداریم که دیگران در مقابل ما انجام بده، پس ما باید چنین باشیم. پس ما کسی باشیم که در حقیقت واقعیت‌ها را ببینیم، مثبت‌گرا باشیم، نه منفی‌گرا. و اسلام عزیز به این بسیار تاکید داره که ما عفو گذشت داشته باشیم و همیشه مثبت نگر باشیم، منفی نگر نباشیم. السلام علیکم.